مردم ما یا مردم ورورود چی از همین فتح اسلامی به دست آوردن؟ ببینید برنامه تمدن ساز اسلام با واژه اقرا شروع شد. بله. وحی الهی به محمد علیه السلام با واژه اقرا، یعنی که بخون. به همین چیز شروع شد. 5 آیات درباره دانش صحبت میکنه. همینجا ببینید که اقرا بسم ربک. اینجا میفهمید که علم باید که به نام خدا باشه. علم باید که برای الله تعالی باشه. علم باید که با معنویات باشه. چون اگر علم با معنویات نباشد، بالا انسان بلا و بالا انسان مصیبت ها میاره. بنابراین ببینید جالب چیز نقطه یاد اومد. مسلمان‌ها شاید که اولین میشته مثلا در شیمیا، در فیزیک، در همین علوم دقیق سهمای بزرگ داشتن. که همون علم توسعه بخشیدن. لیکن هیچگاه در فکری ساختن سلاحی که مردم 10,000 و 100,000 و 10,000 خانه رو در یک آن نیسکند نبودن. چون که اونها با اقرا به نام خدا وارد شدن. شخصی که به نام خدا وارد میشه هیچ وقت آدم کش نمیشه، آدم قتل نمیشه، نامرد نمیشه. یعنی ببینید گفتن که همین جنگ مثلا بین قوای نظامی میشود، یک بین نظامی ها شود، مثلا یک چیز اختراع نکردن که هم نظامی هم غیر نظامی قربان شود. چون که علمشون در اساس چی بود؟ اقرا. لیکن وقتی که اونها بیدینا یا مثلا کافرها وقتی علم گرفتن، اونها که به نام الله بود، اولین فکرشون چی بود؟ آدم کشی. اولین چیز یراق اختراع کنیم که هزارها آدم، صدها هزار آدم در واقع کشی. پیشرفت علمی غرب امروز بمب‌های اتمی و بمب‌هایی که مثلا همه اسلحه‌ای که مردم عامه هزارها میلیون رو میکشن اختراع شد. نمیخوش. چون که به نام الله.